سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. قصابخانه در ارتش، نوار لطکوب بیرحمانه نوسکران، آویختن روی خط 106 جوان خدمتگریز در دروازه بازار مرکزی مشچا، سفر معاون وزیر خارجه امریکا به قرقیزستان و تاجیکستان با خرج 92 میلیون دلار هواپیمای پرزیدنت مکزیک را خریده است. شهردار اصفهان به میلیته که ماشینش را در مرز سوزانیدند مرسدس توفه کرد. پرزیدنت فیفا اینفانتینو بار نخست از تاجیکستان بازدید میکند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی دو ویدیوی دهشتبار لطکوب بیرحمانه نوسکران از جانب سربازان سابقه دار نشر شد. زمان و مکان ثبت این ویدیو معلوم نیست. در ویدیوها دیده می شود که کهن سربازان سربازان را اول یک به یک به نزد خود میخوانند و با یک تخته به جای نرم بدن هر کدامش میزنند. سپس نوسکران را قطار میکنند و اول یکی از کهن سربازان از پهلوی هر کدامش گذشته هر نوسکر را در بر رویش با تمام قوت چند چپاتی زده میگذرد. به دنبال او از پهلوی قطار نوسکران کونه سرباز دوم یک تخته در دست و هر نوسکر را در بالای سرش با تخته با تمام قوت چند ضربه میزند. هنوز این دو کونه سرباز کار خود را تمام نکرده کونه سرباز سوم به این معرکه درس ادب دادن نوسکران امر می شود و یک نوسکر را مجبور می کند که در روی فرش در حالت نیمخواب بایستد. او در همین حالت او نوسکر بیچاره را با تمام قوت به قسمت شکمش بایست شتاباران می کند. در نوار دیده می شود که نوسکران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقابلت نشان دادن نمی کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این موسم از 1 اپریل آغاز یافته و تا 31 می دوام میکند. مقامات وزارت مدافع، قشون‌های مرزبانی، قشون‌های داخلی و دیگر بخش‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان تا کنون این ویدیوها را شرح ندادند، ولی نوارهای نشر شده خشم کاربران را برانگیخته است و بسیاری‌ها از مقامات حربی جمهوری طلب کردند تا این قصاب‌ها در لباس سربازی را پیدا کرده به سخت‌ترین مجازات بکشند. از جمله ژورنالیست یعقوب حلیموف نوشته است این نوار را چگونه می شود شرح و تفسیر کرد. 30 سال از تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان می گذرد. 30 سال شکنجه و آزار سربازان از بین نمی رود. من اطمینان دارم حالا تمام تلاش برای پیدا کردن و جزا دادن ثبت کننده و پنگ کننده نوار خرج می شود. اگر شکنجه دهنده ها جزای هم بینند رسانه‌ای نمی گردد. به این حال جوانان را به ترسویی و بیناموسی عیبدار می کنند. شرم‌آور است. اگر سرباز در سنگر حفظ وطن شکنجه بیند یا کشته شود افتخار است، اما این حالت و همه حالت‌های دیگری که پنهان میمانند تنها و تنها ننگاورند. یاور کاتب دولتی امریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی دونالد لو طی روزهای 22-27 اپریل سال 2023 تحت رهبری یک هیئت رسمی کشورش از قرقیزستان و تاجیکستان بازدید میکند. دپارتمان دولتی امریکا روز 21 اپریل در اطلاعیه‌اش گفت هیئت تحت رهبری دونالد لو در بشکک و دوشنبه برای تحکیم نتیجه‌های به عقیده واشنگتن کامیاب سفر ماه فوریه و مارت کاتب دولتی امریکا جوناتان بلینکن به آسیای مرکزی تلاش ورزیده 240 کس کشته و نزدیک 750 نفر زخمی شدند. در واشنگتن معتقدند که این سفر به تحکیم روابط منطقوی برای بنیاد آسیای مرکزی بازم شکوفاتر و همبسته‌تر مساعدت خواهد کرد. در نظام سیاسی دولتی امریکا دپارتمان دولتی نقش وزارت کارهای خارجه را اجرا می‌کند و مقام یاور کاتب دولتی برابر معاون وزیر کارهای خارجه است. دونالد لو از قرقیزستان و تاجیکستان دو کشور بازدید می‌کند که در این اواخر به دلیل بحث‌های مرزی حل نشده یک دوران پرتنش را در روابط خود پس سر می‌کنند و در جریان زدوخوردهای مسلحانه در مرز این دو کشور در 2 سال اخیر از هر دو طرف حدود 240 کس کشته و نزدیک 750 نفر زخمی شدند. بنا به اطلاع رسمی دپارتمان دولتی در بشکک یاور کاتب دولتی لو
با مقامات بلندپایه حکومت قرقیزستان مسائل مربوط به روابط دو جانبه را که ماه مارت در مشورت‌های دو طرفه سالانه امریکا و قرقیزستان مطرح شده بودند بررسی می‌کنند. دونالد لو در بشکک همچنین با فعالان جامعه شهروندی و صاحبکاران پیشرفت مسائل مربوط به راه‌های بهتر کمک‌های امریکا به رشد اقتصاد قرقیزستان، توسعه امکانات اقتصادی برای زنان، حقوق انسان و آزادی مطبوعات را بررسی می‌کند. دونالد لو بعد بشکک به دوشنبه رهسپار شده با مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان مسائل مربوط به عمیق‌تر کردن همکاری‌های امریکا با این کشور و مسائل مورد توجه جانب‌ها از جمله در ساحه امنیت را بررسی می‌کند. دپارتمنت دولتی گفت یاور کاتب دولتی امریکا در دوشنبه با مقصد تاکید به حمایت آزادی مطبوعات و ضرورت جامعه شهروندی قوی همچنین با نمایندگان مطبوعات و جامعه شهروندی ملاقات می‌کند. در جریان بازدیدهای خود از بشکک و دوشنبه یاور کاتب دولتی لو به پایبندی تغییرناپذیری ایالات متحده امریکا به استقلال، یک پارچگی و مستقلیت قرقیزستان و تاجیکستان تاکید خواهد کرد. تاکید شده است در اطلاعیه. یادآور می‌شویم در اول ماه مارت سال 2023 در شهر آستانا نشست نوبتی کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن و وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی در چارچوب 5+1 دایر شد. این نشست‌ها در چارچوب 5+1 از سال 2015 به این طرف با مقصد تحکیم روابط امریکا با کشورهای این منطقه دایر کرده می‌شوند. مکزیک هواپیمای پرزیدنتیش را که چند سال باز در فروش گذاشته شده بود اما هیچ خریدار نمی‌یافت، بالاخره با نرخ 92 میلیون دلار به تاجیکستان فروخته است. فروش این هواپیما در چارچوب برنامه به دولت و مردم برگرداندن مال و ملک از جانب حکومت‌های قبلی این کشور قاره امریکا غارت شده صورت گرفته است. به احتمال غالب اکنون با این هواپیما پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پرواز خواهد کرد. اما حکومت مکزیک نقشه دارد که 92 میلیون دلار از فروش این هواپیما به تاجیکستان به دست آورده‌اش را برای ساختن دو بیمارستان در منطقه فقیر این کشور صرف کند و آن هم در حالی که اقتصاد مکزیک سالانه قریب 1.3 تریلیون دلار و از تاجیکستان همگی نزدیک 9 میلیارد دلار است، یعنی 150 مرتبه ضعیفتر. اندرس مانوئل لوپس ابرادور شخصا از سالار این هواپیمای به تاجیکستان فروخته شده به مردمش اظهار داد. در این اظهارات که ابرادور روز 20 اپریل سال 2023 در توییتر نشر کرد، او از جمله گفت: من به مردم مکزیک خبر میدهم که امروز قرارداد فروش هواپیمای پرزیدنتی به امضا رسید. حکومت تاجیکستان طبق نرخنامه رسمی به صورت حساب اینستیتوت برگرداندن مال و ملک از مردم غارت شده 1 میلیارد و 658 میلیون و 684 هزار و 400 پیسو انتقال داد. این پولها برای ساختن دو بیمارستان در منطقه تلپی ایالات گریرو و منطقه توستپکه در ایالات اوهاکا صرف می شوند. این دو بیمارستان باید تا انجام دوره پرزیدنتی من ساخته و به استفاده داده شوند. ابرادور که او را روبین هود مکزیکی هم می نامند، بعد رسیدنش به قدرت نهادی را با نام اینستیتوت برگرداندن مال و ملک از مردم غارت شده تشکیل داده است که هدفش به دولت و مردم برگردانیدن مال و ملک است که مقامات فسادزده حکومت‌های قبلی تصرف کردند. نزدیک 1.7 میلیارد پیسو که مکزیک از حساب فروش هواپیمای پرزیدنتیش از حکومت تاجیکستان گرفت طبق قرب رسمی برابر 92 میلیون دلار امریکایی است. هواپیمای پرزیدنتی را حکومت مکزیک سال 2012 در زمان پرزیدنتی فیلیپ کالدرون فرمایش داده بود. این هواپیما ماه فوریه سال 2016 وقتی که به کرسی پرزیدنتی مکزیک علاقه انریکه پنیا نیتو نشسته بود آورده شد. کارشناسان قیمت این هواپیما را از 220 میلیون تا 400 میلیون دلار رقم میزنند، ولی ابرادور که سال 2018 به مقام پرزیدنتی رسید اصولا یگان دفعه از این هواپیما استفاده نبرد و چند سال قبل آن را به فروش گذاشت، اما تا کنون برای آن خریدار یافت نشده بود تا دمی که مقامات تاجیکستان از عزم خود برای خریدن آن درک دادند و بالاخره هواپیمای پرزیدنت مکزیک را خریدند. مقامات تاجیکستان تا حال خبر از زبان پرزیدنت مکزیک صدا داده درباره به تاجیکستان و با نرخ
92 میلیون دلار فروخته شدن هواپیمای پرزیدنتی این کشور را شرح ندادند، ولی بسیاری از رسانه‌ها تخمین میزنند که این هواپیما را مخصوصا برای انجام سفرهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون خریدند. امامعلی رحمون که از پایان سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند، تا کنون سفرهای خود را توسط هواپیمای مخصوص شرکت سامون ایر انجام میداد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 21 اپریل سال 2023 خبر داد که در اول ماه مای سال جاری پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا جانی اینفانتینو و پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه با سفری رسمی به تاجیکستان میآیند. هدف اساسی این سفر اینفانتینو و شیخ سلمان الخلیفه اشتراک در کنگره یا انجمن هشتم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی می باشد. این انجمن روز 2 مای سال 2023 در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که سران سازمان‌های فوتبال جهانی و آسیا در جریان سفرشان همچنین با رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نموده مسئله‌های رشد فوتبال در کشور را بررسی می‌نمایند. این نخستین بازدید پرزیدنت فیفا اینفانتینو از تاجیکستان خواهد بود. جانی اینفانتینو که 23 مارس سال 1970 در جنوب شویتزار به دنیا آمده، ریشه‌های ایتالیایی و هم شهروندی هم شویتزار و هم ایتالیا را دارد. سال 2016 در پی یک ماجرای بزرگ کروپسیونی که باعث استعفای زپ بلاتر رهبر فیفا و ستاره مشهور فوتبال میخل پلاتینی از مقام پرزیدنت اویفا به مقام پرزیدنت فیفا رسید. شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه عضو خانواده پادشاهی بحرین بوده. 2 نوامبر سال 1965 به دنیا آمده است. او از سال 2023 پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 اپریل سال 2023 برخی تفصیلات صدمه شب 22 اپریل در مرکز دوشنبه را که در آن 2 نفر از جمله پرویز شریفزاده استاد 30 ساله اکادمی خدمت دولتی و پسر دادرس دادگاه قانونی اساسی اسرار شریفزاده به هلاکت رسید نشر کرد. پرویز شریفزاده و خویشاوند هلاک شده‌اش الهام براتوف را روز 23 اپریل در زادگاهشان نویه ورزاب به خاک سپاریدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شب 22 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 21:15 راننده ماشین تمغه تویوتا کمری تورایف ابوبکر حسنویچ سال تولدش 2003 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه سامونی شهر دوشنبه از سمت خیابان رودکی به سمت کوچه سینا در روبروی ورزشگاه مرکزی به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتور تحت اداره راننده شریفزاده پرویز اسرار سال تولدش 1993 ساکن شهر مذکور که با روی خود حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده افت تمغه اوپل ویکتور شریفزاده پرویز و مسافر آن براتوف الهام سال تولدش 1991 ساکن نویه ورزاب جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسند. مسافران دیگر اوپل نوبالغان براتوف و فاطمه سال تولدش 2017 و براتوف عزیز سال تولدش 2010 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. این چنین راننده تویوتا کمری تورایف و مسافرش امینه بهرامونا سال تولدش 2004 ساکن پایتخت جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بنا به اطلاع رادیوی آزادی ابوبکر تورایف پسر یک صاحب کار بوده است. وزارت کارهای داخلی گفت آید به حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. در شهرک بوستان مرکز نویه مشروع ولایت سوخت در شمال تاجیکستان مقامات در جایهای جمعیتی از جمله در بازار مرکزی این نویه و پشت درهای مسجدها روی خط 160 جوان دعوت شونده را که به گفته مسئولان بر رو واسطه از رفتن به خدمت سرکشی میکنند آویزان کردند. در این باره هفته گذشته روز 20 اپریل سال 2023 هفته‌نامه محلی مشعل در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد، ولی در پی موج واکنش‌ها به این خبر این مطلب از صحیفه مشعل به صورت ناگهانی گم شد. در مطلب نشریه محلی با تکیه به
بیانیه مقامات شهر بوستان گفته می شود که در روی خط اساساً دعوت شدگان درج کردیدند که پدرانشان آموزگار یا در گذشته شخص منصبدار دولتی بودند. ضمن دعوت شهروندان اکثر پدر و مادران به هر بهانه از گرفتن دعوتنامه سرکشی می نمایند. مقامات شهرک همچنین گفتند که پدر و مادران آنها عهدهداری‌هایشان را در نزد قانون اجرا نمی نمایند و گریز از خدمت حربی به شأن جوان پسران نیز نمی‌زیبد و این رفتار آنها مایه بیننگی است. بنا به اطلاع مشعل اخیراً در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق نویه، پرکرور نویه مشو از رفت اجرای دعوت به خدمت حربی شدیداً انتقاد کرده گفته است سهولت کمیسیون دعوتی چنان قانع کننده نیست. طبق معلومات مشعل در حال حاضر در 6 جماعت نویه مشو با سبب نبودن متخصص میزهای حربی فعالیت نمی کنند. این وظیفه در روزهای معرکه دعوت به ذمه خود رئیس جماعت و یا معاون رئیس جماعت واگذار می شود. در گذشته موردهای مشاهده شده بود که مقامات محلی روی خط جوانان سن و سال دعوتی را به فرودگاه می فرستادند تا از رفتن آنها به مهاجرت پیشگیری شود، ولی در مکانهای جمعیتی از جمله در بازار و مسجدها آویزان کردن روی خط جوانان خدمتگار در صورت خود بی سابقه است. این اقدام در حالی است که در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 می دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان 1996 2005 به خدمت حربی جلب کرده می شوند. وزارت مدافع تاجیکستان اخیراً خبر داد که طی 2 روز اول دعوت بهاری نقشه دعوت علاقه 40% اجرا شده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و می و تیر ماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16000 سرباز احتیاج دارند، اما با اینکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوانان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیسریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکل میکشند. به این سبب هر موسم دعوت در جمهوری امرو با شکایت‌های زیاد درباره ابلاغ، یعنی مجبوراً در کوچه بازار یا از خانه و جای درس و کارشان داشته به خدمت بردن جوانان جریان میگیرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 23 اپریل سال 2023 در 3 گوشه گوناگون جمهوری، نویه‌های ورزوب و یوون و در بوستان مرکز نویه مشچو 3 نابالغ 12، 13 و 14 ساله غرق شدند. از جمله جسد پسر بچه 14 ساله ساکن شهر بوستان نویه مشچو را ساکنان و نجات بخشان شعبه نویوی حالت‌های فوق‌العاده پیدا کرده به والدانش سپردند. جستجوی جسد دخترچه 12 ساله ساکن نویه یوون و پسر بچه 13 ساله ساکن نویه ورزوب روز یکشنبه نتیجه نداده است و صبح 24 اپریل از سر گرفته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت از نتیجه کارهای جستجوی در یوون و ورزوب خبر خواهد داد. تفصیلات دیگر این 3 حادثه ناخوش مرگبار نشر نشده است و اما غرق شدن یکباره 3 کودک هنگام آبازی در حالی است که در تاجیکستان موسم آبازی هنوز رسما شروع نشده است. سال 2022 در تاجیکستان دست کم 160 نفر در کل و دریاها غرق شدند. بیش از نصف آنها را کودکان از جمله 80 نفرشان را نابالغان زیر سن 17 تشکیل میدادند. مقامات رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری، ندانستن قاعده‌های آبازی و آبازی در مکان‌های ممنوع را از سبب‌های اصلی غرق شدن آدمان در کل و دریاهای تاجیکستان می‌نمایند. در این زمان بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده یک ساکن 21 ساله دهه اسباب جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده که همراه 3 نفر از دوستانش در منطقه کوهی چنوردره استراحت می‌کردند از بلندی سرازیر شده است. در نتیجه او جراحت وزنین برداشته هنگام انتقال دادنش به بیمارخانه در راه جان داده است. در ارتباط با این 4 حادثه مرگبار کمیته حالت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواست که در منطقه‌های کوهی وسایل کول رودخانه‌ها به قاعده‌های بی‌خطری دقت دهند. بچه‌ها را بی نظارت نگذارید. نتیجه بی‌پروایی و بی‌نظارتی والدان همین گونه حادثه‌های ناخوشند که اکثر وقت به فاجعه به پایان می‌رسد. جان خود و اطرافیانتان را حفظ کنید. گفته می‌شود در اجرای کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان. رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده به ناظر منطقوی دهه سامانیان جماعت دهات چارکو عبدالملک پولادوف
که ماشین او در نتیجه مناقشه سرحدی ماه سپتامبر سال 2022 در مرز اصفهان بانویه بادکن قرقیزستان سوخته خاکستر شده بود، ماشین نو تقدیم کرده است. در این باره روز 23 اپریل سال 2023 در فیسبوک زبیدالله شمادوف، سخنگوی شهرداری اصفهان، با نشر چند عکس از مراسم سپردن این تحفه به ناظر میلیسیا خبر داد. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که شهردار اصفهان به عبدالملک پولادوف ماشینش رنگ نقرگی تمغه مرسدس را تحفه کرده است. بنا به اطلاع سخنگوی شهرداری اصفهان، معاون رئیس شهر حیدرزاده جعفر و رئیس جماعت دیهات چورکو لیث‌الدین یوسفوف ضمن سپردن ماشین بیان داشتند که هرچند در نتیجه حادثه‌های سرحدی سال گذشته ضرر کلان رسانیده شد، ولی همه آن زینه به زینه با دستگیری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و مقامات ولایت سوخت شهر اصفهان، صاحبکاران و سخاوتمندان و خود اهالی برقرار شدند. تقدیم ماشین نیز از همین گونه عملها بوده. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان در همبستگی با دیگر ساختارهای مربوطه من بعد پیش روی نزاع‌های مرزی گرفته شود تاکید شده است. در اطلاع شهرداری اصفهان یادآور می‌شویم خود بهاءالدین بهادرزاده که ماه نوامبر سال 2020 به مقام شهرداری اصفهان رسید، علاقه 5 ماه بعد فعالیتش در این مقام در مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در مرز اصفهان بانویه بادکن قرقیزستان از کتف راستش زخمی شده چند روز را در بیمارستان به سر برد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در 2 سال اخیر 2021-2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 140 نفر کشته شده، حدود 750 نفر هزار دو جانب زخمی شدند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 14 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. نام برده 22 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 01:00 دقیقه هنگام در کوچه اسپیچک پایتخت قرار داشتنش به یگان اساس با مرد 42 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال کرده با کرد یک مرتبه به شکم شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. آید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاهمنصور عریضه مرد 26 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 14 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی автомاشین تمغه لکسوس را شکسته از آنجا 13450 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 18200 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 15 ساله ساکن شهر وحدت با گمان دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر اصفهان که پیش با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 21 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 14:30 دقیقه با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 33 ساله ساکن اسپیتامین در آمده از آنجا 4200 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا با عریضه زن 65 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2016 در کوچه اسپیچک شهر دوشنبه مرد 47 ساله ساکن ناحیه مذکور با راه فریب به باوریش در آمده از او مرتبه اول $1500 امریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نام برده وعده‌اش را اجرا نکرده مرتبه دوم از جبر دیده $18500 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон, хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.